حامیان حقوق میگویند در شهر مسکو در پی زنوزنی شب 12 ایول بین مهاجران قرغز و تاجیک در متروی کوزمینکی موج بازداشت‌های زادگان قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شروع شده است. به حساب کریمجان یاروف تا شام 13 ایول تنها از زادگان قرغیزستان حدود 600 نفر دستگیر شدند. یاروف خبر داد که اکثر مهاجران را با کمک پرویز نظرزاده کنسولگری تاجیکستان آزاد کردند. بازداشت‌ها ساعت 2 شب از ورود پلیس به منزل‌ها در کوزمینکا و تکستیلسکی سر شده ساعت 6 صبح به تمام پایتخت روسیه پهن شد. سپس درباره بازداشت‌ها در مترو و اتوبوس، در مغازه و داروخانه و حتی در جای کار خبرها به دست رسیدند. تا نیم روز در شعبه پلیس حداقل تا 15 قرغیز بود. در برخی شعبه‌ها تا 100 نفر هم بود. در برخی جایها تاجیک‌ها هم بازداشت شدند. نوشته است کریمجان یاروف. زنوزنی اخیر بین مهاجران قرغیز و تاجیک در کوزمینکی نگرانی جدی مقامات مسکو را به بار آورده است. در شهرداری مسکو گفتند که این حادثه را همچون حادثه فوق‌العاده ارزیابی میکنند. برای بررسی این مسئله روز 13 ایول به شهرداری مسکو حتی نمایندگان FSB دعوت شده بودند. سرریاست کارهای داخلی شهر مسکو در پی زنوزنی در کوزمینکی 103 نفر دستگیر شده نسبت به آنها با اتهام ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه و ویران کردن ترتیبات گردهمایی و معدلباشی پرونده‌های مأموری ترتیب دادند. یک قسم این شهروندان خارجی با قرار دادگاه در برابر جریمه از روسیه اخراج خواهند شد. برخی دیگر از حق ورود به روسیه محروم خواهند شد. اظهار داشت پلیس پایتخت روسیه.